شاید براتون سوال باشه که چرا درختان در بستر رودخانه روی این صخره ها رشد میکنن و میان بالا. به چند دلیل. یکی این که بستر رودخانه دچار فرسایش خاک میشه و وقتی که سیل میاد اگر از این صخره درخت کمک نگیره احتمالش زیاده که آب باعث بشه که این درخت بیفته، قدرت آب. و دلیل دیگه این که شما این درخت رو ببینید چطوری کج رفته بالا، به خاطر اینکه به نور برسه. و اگر از این صخره کمک نمی گرفت با این وزنی که داره تا الان افتاده بود. ریشه هاش نمیتونستن تحمل این وزن رو داشته باشن. ببین چقدر هوشمند این درخت و همچنین درختان دیگه. این است عظمت و زیبایی هیرکانی. این درخت رو ببینید، واقعا زیباست روی صخره.